20 yıl böyle bize gilam toqıganımız. 12 yaşardan beri oğucun bize gilam toqıyımız. 2 ay böyle koyganımız. 2 aydan beri yan yarım qılıp biz. Yani 2 ay gibi Tura'ya bize her adamga 7.000 tiyad, 6.000 tiyad, 6.000, 7.000. Bize non pulumuz bo'lsin, choy pulumuz bo'lsin, yo bir harcımız bo'lsin. Bir girtamizni ko'tarmaydilar. Bizga jilla arzon beradi. Sayadan bizni yalchimaymiz, qolipdan bizni yalchimaymiz. Biz animda qoziq qoqib nima gilam qo'yib o'tiribmiz. Qanday qilaylik? Kunda mariz bachalarimiz. Bir 6.000 nima bo'ladi? 6.000, 4.000, 5.000 hech narsa bo'lmaydi. Tamom narsa qimmat. Birinchimiz 3.000, 4.000, bir patagog'ingiz 2.000. Bizga nima bo'lsin? Yosh bachalar ro'zg'ordor, bachalarimiz yig'lab, jarom, mariz. Haftaga 3-4 doktorga boramiz. Hani bizlarda ham girtamizimizni ko'tarsalar, bir shirkat nima qarasalar, bizga bir qolib bersa, bir ko'mak qilsa, 12 nafar to'qiymiz. Bizlarda 13-14imizga to'y qilib beradi. 14dan nari bizdan shu ro'zg'or boshimizga tushib, kunduz oqshomgacha qolin to'qiydik, kecha qaychi qilaydik. Ana kunduz nafar olib qolin to'qiydik, ana shunday qilaydik. Halikan necha yillardan beri qolinni nimasi xalos bo'libdi, endi gilam chiqibdi. Avval kana yaxshi edi, puli oz bo'lsa ham xayr barakati bor edi. Hali puli ko'p bo'lsa ham xayri yo'q, hamma nima qimmatli bo'libdi. Gilamni yeni 8,5 metr, uzunligi 15 metr. Buni 16 nafar to'qiydi. Ko'p nafarlar usto qilib chiqaribmiz, qaychiga ham, qolinga ham, gilamga ham. Bizlarda ro'zg'orimiz, guzoronimiz ana shuni ustidan. Mana endi meni o'zim 65 ga kiribman. Shu 15 yoshimdan beri men ana shu gilam qolim bilan katta bo'libman. Hanuzam mana shularga mana shu seruvlarni o'zim baylab beraman. Mana shu bir joy bir nima bo'lsa men o'zim ko'rsatib beraman. Ana shularni maqsad ana shogird bizga. محترم کوی صاحب در اینجا که شما دیده رایستین 16 نفر هستند در اینجا کار میکنه. 8.5 متر عرضش است، تقریبا 15 متر طولش است. این میشود متر مربع 130 متر تقریبا میشود. منطقه ما مردم بسیار اقتصاد ضعیف است جناب محترم کوی صاحب. به همین ساحه ولسوالی بلچراغ تقریبا 50% ما مردم مصروف گلم، مصروف قالین، همین صنایع دستی می باشند. دیگر وظیفه را اینا کردن نمیتونن. کسانی که شرکت به قالین به گلم کار میکنه، از اونا ما مردم بسیار تشکر میکنیم که به همینجا آمده. سیاسرها و مادرای ما مردم به همینجا مصروف کار ساختن. توسط اینمی کار صنایع دستیشان یک لقمه نان برای از اونا مهیا میشه. الله پردل هستم، مسئول شرکت صنایع دستی میمنه گلیم. این گلیمی که شما میبینین این تقریبا 120 متر و 50 چند سانتی است. 3 ماه یا 4 ماه پیش حکومت ایران یک گلم به اندازه 105 متر مربع بزرگترین گلم دنیا بود. ما خواستیم که در رقابت از اونا قدر پیشی بگیریم. انشالله 120 متر گلم است. متوقع گلم ها داریم که بلندتر از این است. اونام زیر کار است تا 170 متر گلم برای فعلا داریم. ما به خاطر رقابت که شرکت های ایران داشت ما یک رقابت کردیم، اما از ایران خطر فرمایش داد، از ما رو توبال کس فرمایش داد، خود ما این کار کردیم. بعضی کشورها مثلا من جمله ترکیه، اروپا، کلا اروپا، آمریکا، جرمنی، نمیم مردم فرمایش میتن، دیزاین میتن، به ما اندازه باز ما ایرا سپارش میدیم. خواست ما از حکومت امارات اسلامی و به خصوص جامعه جهانی همین است که کسب و کارا را، شرکت ها را اینا تقویت بکنن، اینجا آمده تقویت بکنن که همین صنعت دستی از بین نره. نه راه حل کمک کنن، بازاریابی کنن، برای ما ویزه تحصیل کنن، جای برای ما بتن، جای نداریم. اینا لازم اینجا آوردیم دستان چهاربا، این برای شرکت ما جای نمیشه.
این تو بسیار تنگ دستی و گفه است. همین را میخواهیم که صنعت ما را دوباره فعال کنند و بخصوص در مردم میمنه که مهد گلم مردم میمنه تولید میکنن، بسیار تولید کننده دارد. برای همین خود میمنه برای ما یک جای جور کنن، یک صنعت جور کنن که ما از استفاده کنیم. من ازم ولسوالی بچرا قریه توغلم هستم و برز 20 متر مربع تقریبا ایکای توقدی ایکای دا منها جایات یکن خویدی ایکی آلمش بسید و یکی نفر توقدی خرج مصرفی که کتر میدبانم بسا خواهید یا بسا غرچلی یا کارگردی یا انا مجبور بود که شنستم بذار مشکل من ایران بذار گزاران بذار متأثر بود مثلا میمثل لیکن تکلیم نکرد زحمت دوره بود خارجان نکته دست کلیه کم قالین کلیه کم بذار کلی هم از عقب دور دوام میده گران داره یادانه تقاضا امارات اسلام دان شده که گران olmasın bizler qo'linimizda bizlar zahmatimizga mutavajjih bo'lishdi. یک شرکت ما تولید کرده 121 متر 22 متر گلم صنایع دستی افغانستان است. این باعث افتخار همه افغان است. صنعتکارای ما روز به روز تلاش دارن که یک چیز خوبتر و بهترتر رو در دنیا صادر کنند و اینا تولیدات خود خوبتر و بهتر کنند و اینا قابل قدر هستند. وضعیت صنایع دستی افغانستان نسبت به سال قبل این سال یک ذره خوبتر شده و خوشبختانه این سال صادرات ما نسبت به دیگه سالا کم بالاتر بود. یک ذره مشکلات داریم که ما فعلا دهلیزهای هوایی ما بند است. از طریق پاکستان، از طریق ترکمنستان، از طریق ازبکستان صادرات داریم. منتها ما تقاضای ما از امارت اسلامی، از وزارت تجارت، از وزارت ریاست صنایع کشور امیست که تجار ما را، صنعتکار ما را تشویق کنند و خواست ما من حیث هیئت مدیره اتحادیه قائلین افغانستان از حکومت امارت اسلامی افغانستان چون در فاریاب در میمنه بخصوص در میمنه اینا یک جای پارکای صنعتی برشان عاجل برشان جور شود، چون اینا جای شستشوی ندارن، جای پروسس قالی ندارن، اینا فینیشینگ سنتر ندارن. اینا بسیار ما دیدم که اینا حداقل یک جای مثل این جوار یک جای ندارن که حداقل قالین گلمشون کدام در ایران یا کدام کشور همسایه یک گلم مثلا 100 متر و 5 متر بافته بودن. اینا دیده بودن اونجا علاقه کردن و دیگه بافتن. ما از اینا ستایش میکنم، قابل ستایش کار از اینا و دیگه تشکر میکنم از اینا که مثال بافت که مثال افتخار کشور ما، افتخار وطن ما است. اینا زحمت کشیدن. Bu gilam buzuktarin gilami ki sati jahonga aytiladi. Afg'oniston emas, balki jahonga shoyad buzuktarin gilam, kattatarin gilam shu pulgacha tavlid bo'lgani yo'q edi. Shu tavlid bo'libdi viloyat Faryobga. Bundan bizlar ko'p bola xursandlik ko'rsatamiz. Nima uchun ko'p bunga zahmat bo'lgan, ko'p bola ishtalgan, bunga ko'p zahmat bo'libdi. Bizlar xohlaymizki buni jahonga namoyish ko'rsatsak, mardumga ko'rsatsak, mana shu viloyat Faryobga shunday bir narsa tavlid bo'libdi. Shu tariqacha هر روز 800 کیلو رنگ کلمه من وزن منم 1 نفر تو قصه شاگردم بود. این داخل شرکت 300 نفر 305 نفر کارگر با من اونم 1 نفر دیگه نمالدیم با کوپرا مشکل روز جایشونه آوارقلرده جای رنگلرده جای شو نیستله باید شرکت لی حکومت توجه قلسه جای بیرسه. انشالله صنایع دستی افغانستان برای شما معلوم است که پیشرفت‌ترین صنایع می باشه. خصوصا قالین گلی میاد که خیلی کس موقعیت بالا داره. چرا که ما ایران هم دیدگی هستیم و بلد هستیم، پاکستان هم. با اونا کدام صنایعی که با اونجا هست و دستی نیست بلکه ماشینی هست. اما صنایع دستی انشالله افغانستان به امر هر کدام شقاوت کرده.